موضوع اصلی که شما منتظرید. اینجا میایید رو فرنداتون، فرنده اضافی رو که خیلی وقت باش بازی نکردید یا خیلی ازش بدتون میاد آشغال بودنش، بازی در آوردن، دیلیت، پاک. این خودش یه نکته است. نکته دوم نکته طلاییه، میشه بهش گفت نکته طلایی. دیدیم میریم پیاما. این پیام ها رو که میبینید اینا رو بگیرید یا قبلا که گرفتید ایوانه، چون من خیلی وقت نیومدم به یکان. بچه این نکته اینجوریه که میایم اینجا اینا رو دیلیت میکنیم، اینا رو پاک میکنیم. نگاه کنید اینجا من میزنم همشون رفتن، درسته؟ بقیهشون هم همینجوری یکی دو تا ستاشون هم نگاه میکنیم. اوکی، اینا خودش واسهتون کاهش لگ میاره، سی پی یوتون دیگه درگیر نیست الکی. بعدی میریم این گوشه رو ابره میزنیم. این ابره هم خیلی مهمه، مرگباره. مثلا نقطه سوم مرگبار، اینجا رو پاک میزنیم و اینجا میبینیم نیستش، دوباره میزنیم روی این. نه بچه من واسه من نیستش، ولی اینجا این زرده رو بزنید، اون اگه اومد این زرده رو بزنید پاک کنید. 1 گیگه. بچه خسته نباشید، کانال ما رو حتما ساب کنید، ما منتظر سابتون هستیم. یه ساب بزنید لطفاً.